وابسته به دنیان، همه هم غمش دنیاست. دلهایی هستند که هم غمشون آخرته و دلهایی هستند که هم غمشون مولاست. اما القلب المشغول بالدنیا فله الشدة والبلا. دلی که به دنیا مشغوله نصیب او شدت و بلاست، به خاطر اینکه زندگی دنیا زیر و بم داره، بالا پایین داره. او کسی که وابسته است افت و خیز دنیا خیلی اولو میلرزونه. اونی که نه وابسته نیست حالا طوری نمیشه. و اما القلب المشغول بالعقبی فله الدرجات العلی. اما دلی که به آخرت مشغول است مقامات بلندی از آن اوست. و اما القلب المشغول بالمولا، اون دلی که به خدا مشغوله فله الدنیا والعقبی والمولا، هم دنیا از آن اوست، هم آخرت و هم مولا. به هر حال من گاهی به دانشجوها میگم شما نسبت به امکانات دانشگاه زاهدید، تقریبا استفاده میکنید از همه امکانات، از تخته و میز و صندلی و کامپیوتر و رستوران، اما از دانشگاه که برید بیرون دلتون اینجا نیست، وابسته به این اشیا نیست. اگر یه دونش گم بشه، حتی یه صندلی اتاقتون آتیش بگیره شب بهتون خبر بدن، همچی براتون مهم نیست، میگه 2 دفعه تأمین میکنن. اما خدا نکنه یه چیزی رو به نام انسان کنن بگن تو مالکشی، دیگه چنان وابسته میشه که اگه یه خطی به اون ماشین بیفته یه خطم به قلب این میفته. این تفاوت زهد و عدم زهده. در زهد محرومیت نیست، آزادگی است. انسان استفاده میکنه از حلال خدا، اما آزاده است. یه موقع هم نبود، کم شد، زیاد شد. دل او در تعلق به او نیست. یکی از چیزایی که موجب حکمت میشه زهده. دوم از چیزهایی که موجب حکمت میشه محبت خداست، که حالا حدیث مفصلی است انشاءالله میخونیم. از چیزهای دیگری که موجب حکمت میشه خود روزه‌داری است. یه حدیث زیبایی است در احادیث معراج داره که به پیغمبر اکرم خطاب شد: یا احمد هل تعلم ما میراث الصوم؟ آیا میدانی که اثر روزه چیست؟ قال لا. خب در پیشگاه خدا هیچ کس چیزی نمیدونه. بعد خداوند فرمود میراثه قلت الاکل و قلت الکلام. اثر روزه این است که به انسان حالت کم خوراکی و کم سخنی میده، چون انسان در 3 چیز تمایلش به بیش از حد لزوم: خواب و خوراک و سخن. این که در روایات داره که اذا اراد الله بعبد خیرا، اگر خدا بخواد به بنده ای لطف کند 3 چیز رو به او الهام میکنه: الهمه قلت الکلام و قلت الطعام و قلت المنام. به دلش میفته باید کم بخوره، کم بخوابه، کم سخن بگه. البته این کم شاید به این معنا باشه: میزان نیاز ما به غذا با میزان اشتهای ما متفاوته. اگر انسان مثلا در یه حدی به 80% بدن براش او غذا کافی است، انسان میلش به 100%. حداقل بیش از این مقداره، ولی حداقل 20% بیش از نیاز بدن انسان اشتها داره. یعنی که هم از نظر بهداشتی و هم از نظر معرفتی گفتن تا سیر نشدید از غذا دست بکشید، اینقدر نخوره آدم که دیگه نتونه بخوره.
که در اون شعر سعدی هم هست که توهی از حکمتی به خاطر آن که پری از طعام تا بینی. البته حالا او اولش رو مبالغه میکنه، میگه اندرون از طعام خالی دار تا درون نور معرفت بینی. توهی از حکمتی به علت آن که پری از طعام تا بینی، یعنی انقدر خلاصه خورده که انسان دلش بیش از اونی که لزومه دلش میخواد غذا بخوره. کم خوراکی اینه که آدم به حد ضرورت بدن اکتفا بکنه. در خواب همینطوره، انسان اگه بخواد سیر خواب بشه باید یه 12 ساعتی بخوابه، در حالی که بین 6 ساعت تا 7 ساعت خواب برای انسان کفایت میکنه. در سخن همینطوره، میگن شهوت سخن از همه شهوت‌ها بالاتره. منتها آدم حالیش نیست، چون مانعی براش نیست حرف میزنه. خود زیاد سخن گفتن مانع حکمته، یعنی اون روح حکیمانه رو از آدم میگیره. به هر حال فرمودن که اثر روزه 2 چیزه: قلت الطعام و قلت المنام و قلت الکلام، کم خوراکی و کم سخنی. او حزن روزه داری به خصوص نزدیکای غروب به حالت شهوت کلام و شهوت سخن رو از آدم میگیره. ثم قال فی میراث صمت، بعد مجدداً درباره اثر سکوت و کم سخنی گفتن. انها تورث الحکمه، کم سخنی موجب حکمت میشه، یعنی روزه موجب کم سخنی است، کم سخنی موجب حکمت. حالا جالبه که آدم این همه حرف بزنه که بگه کم سخنی خوبه. میگفتن کسی مسافرت رفت در هتلی، دید تا صبح این اتاق بغلی حرف زدن، نذاشتن این بخوابه. صبح ازشون گلایه کرد، گفت حالا شما خواب نداشتید، نباید به فکر همسایتون میبودید. گفتن اون آقا گفت که والا خانم من دیشب حرف میزنه، حال خانم میتونه اینو از اوری بگن. گفت آقا یه شب تا صبح این همه سخن. گفت ایشون دیشب داشتن اثبات میکردن که ما فامیلا کم حرفیم، تو فامیلمونم من از همه کم حرفم. حالا ما هم اگر داریم این همه به اصطلاح حرف میزنیم که بگیم کم حرفی خوبه. انها تورث الحکمه، کم سخنی حکمت میآورد. و هی تورث المعرفه، حکمت موجب معرفت به خدا میشه. و تورث المعرفه الیقین، معرفت موجب یقین میشه. وقتی آدم عارف به خدا شد، اهل دلدادگی به او بود، دیگه به حقایق یقین پیدا میکنه. فاذا استیقن العبد لا یبالی کیف اصبح به عسر ام به یسر. اگر بنده‌ای به مقام یقین رسید، دیگه برای او تفاوتی نمیکنه که چگونه روزگار بگذرونه، در سختی یا در آسایش. هر دو رو از خدا میبینه و هر دو رو زیبا میبینه. گفت عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، بلعجب من عاشق این هر دو زد. خب فلا یبالی کیف اصبح به عسر ام به یسر. اگر کسی به یقین برسه این گونه است، سختی ها رو همون قدر قشنگ میبینه که آسایش رو قشنگ میبینه. چطور نعمت خدا رو زیبا میبینه؟ مشکلات رو هم زیبا میبینه، چون در پیامد مشکلات عنایاتی است که از نعمت‌های ظاهری خیلی بالاتره. بعد داره که و فهازا مقام الرازین، این مقام اهل رضاست که در نعمت شاکرند، خوشحالند، در نقمت و مصیبت هم بازم شاکرند.
راضی‌اند به رضای خدا، زیبا میبینه. فمن عمل به رضایی، اگر بنده ای به رضای من عمل کند، الزمه 3 خصال، من 3 خصلت رو با او همراه میکنم، 3 چیز بهش میدم. شکر لا یخالطه الجهل، حالت سپاسگزاری از خودم رو به او میدم که دیگه با من جاهلانه برخورد نکنه. و ذکر لا یخالطه النسیان، یادی از خودم رو در دل او میاندازم که مرا فراموش نکند. و محبتا لا یؤثر علی محبتی حب المخلوقین، محبتی از خودم رو در دل او قرار میدهم که هیچ مخلوقی رو بیش از من دوست نخواهد داشت. فاذا احبنی احببته، هرگاه بنده ای مرا دوست بدارد من هم او رو دوست میدارم. یعنی یک طرفه نیست محبت. ذکر رو یکی از برادران اهل دل میگفت که محبت خدا رو در قلب آدم زیاد میکنه، مداومت بر اون. لا اله الا الله رب العرش الکریم، وقتی بنده ای مرا دوست بدارد من هم او را دوست میدارم. و حببته الی خلقی، محبت او رو در دل خلایق میاندازم. در سوره مریم اون آخرای سوره است، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کسانی که مؤمن باشن و عمل صالح انجام بدن خدا حالت مودت براشون قرار میده. دلها طوریه که پذیرای اونا میشن، در دلها نفوذ میکنن. این حدیث شریف هم میفرماد که وقتی بنده ای مرا دوست بدارد من هم او رو دوست میدارم. و حببته الی خلقی، و محبت او رو در دل مخلوقم میاندازم. ثم لاستغرقن عقله بمعرفتی و جلالتی، بعد عقل او رو غرق میکنم در معرفت و جلالت خودم. یعنی عقل او دیگه خدایی میشه و با اسراری را با او در میان میگذارم که سترته عن خلقی، که از خلایق اسراری رو که از دیگران مکتوم میدارم با او در میان میگذارم. و اناجیه فی ظلم اللیل و نور النهار. جالبه، خدا میفرماد با این بنده من مناجات میکنم، من نجوا میکنم، هم در تاریکی های شب و هم در روشنایی روز. که خلاصه اینا نتیجه حکمته. روزه کم سخنی میآورد و کم سخنی حکمت. حکمت اگر به کسی بدن یواش یواش معرفت پیدا میکنه، بعد از معرفت به یقین میرسه، از یقین به مقام رضا میرسه، از مقام رضا به محبت خدا و شکر و ذکر میرسه، و از محبت خدا یک باب جدید معرفت و نورانیت بر او باز میشه. محبت چیز عجیبی است. دیگه ماه رمضان ماهی است که از خدا بخواهیم محبت خودش رو بر ما ارزانی بدارد و این رو هم باید بدانیم. تا کسی اهل محبت خدا نشه ترک گناه براش آسان نمیشه. در مناجات شعبانیه داره: الهی لم یکن لی حول فانتقل بهی عن معصیتک، توانی در من نیست که از معصیت تو رو بگردانم، الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، مگر موقعی که دل من رو به محبت خودت بیدار کنی. اگر محبت خدا در دل انسان بیاد ترک گناه آسان میشه. نه تنها آسان میشه که تنفر از گناه در دل مؤمن میاد. اگه کسی خدا رو دوست داشته باشه میفهمه گناه ظلمته و معصیت انسان رو از خدا دور میکنه.
گناهی که میفهمه انسان